سلام بچه ها، سلام زینب، علی، ایلیا، سلام. آفرین انصاری، خیلی مخلصیم. محلا سلام. سدلی حسینی سلام. امیرعلی سلام. نوکرتم آقای انصاری، چاکرتم. بچه ها، ما ادامه داستان سیاوش و خونخواهیش توسط کیخسرو رو میخوایم تعریف کنیم. خب و داریم تیکه تیکه این شاهنامه رو میریم جلو و بذارید ذره بچه ها بیان اومدن، یه خلاصه ای از ماجرا میگیم و بعد ادامهش رو میریم. یه دوتا اصلاحیه داره که اونم باید بهتون بگم. یه ذره توی اسم ها شاید من اشتباه کرده باشم، میخوام اونو بهتون بگم. سلام خاندانی عزیز. ایلیا جان سلام کردم، اول سلام کردم ایلیا. امیر اصغری سلام. یه تعداد لایک ها بره بالا. سلام علیکم. تعداد لایک ها بره بالا که ما داستان سیاوش رو استارتش رو بزنیم. امشب خیلی سریع خلاصش رو بگم و ادامه ماجرا رو بگم و اینکه بچه دوتا بزنید رو صفحه لایک شه. درود بیکران خدمت دوست عزیز از گیلان زیبا. پیروز و موفق باشی. با عشق و احترام لایک. مرسی. اسمتون نمیتونم ببینم. کیمرات یا کیمرام نمیدونم. آقا مهدی سلام. قربونت، چاکرم. بچه دوتا بزنید رو صفحه لایک شه. یه ذره بچه ها بیان داستانمون استارت بزنیم ببینیم به کجا خواهیم رسید. کیومرس هستم از آمریکا عزیز. خیلی خوشحالم از آشنایید آقای کیومرس. خیلی خوش اومدی. داریم میریم برای شروع داستان سیاوش. حالا تا بقیه بیان. مرسی احمد، مرسی عزیزم. محمد جان سلام. زینب جان مرسی. این بذاریم رو حالت چیز که دیگه مزاحمی نداشته باشیم. بچه های ادمین فقط من دارم تعریف میکنم، کامنت نمیخونم. شما لطف کنید هر کی میاد تشکر کنید و خوش آمد بگید. والا اگه سوالی دارن جواب بدید. دمتون گرم. مواظب کامنت های بیادبی هم باشید. هاید کنید بیادبی و کلا هاید کنید بچه. متین جان سلام. فائزه قوجایی سلام. بله عمو اومده. عشق و نوکرم. مهدی جان تصویرها شد. پرهام اومد. تا 30 دقیقه دیگه پیج رو میبندم. آفرین متین جان، احسنت. و اینکه بذار تو رو من هاید کنم بعد برو ببند. خب حداقل میخوای ببندی 31 دقیقه پیش چنل رو زدی، زمان بگیر. باشه سیکتیر کن بابا، گم شو. بعد اینکه احساس میکنم گریه کرد. نه علی جان شب خوش. قربونت مهدی جان. آقای معرفی میکنید. من مهدی ام. سلام داداش. توی شاهنامه. خب تو هم برو بیرون، تو به درد ما نمیخوری. آدم های بیادب و بی‌تربیت جایی ندارن. و اینکه اومدم یار بخوام، یار به خدا بخوام. من نفیسه هستم.
خانم نفیسه سلام، خوب هستین؟ چه عجب. ایلیا من هر شب دارم لایو میذارم، تو مثلا ادمینی، تو دیگه باید بدونی. محمد خسروی سلام. بچه ها خب ما تا اینجا رسیدیم که سیاوش که مرد، کیخسرو به تخت پادشاهی نشست و کیکاووس بالاخره بازنشست شد. یعنی ما تا اینجا قضیه رو رفتیم و از الان به بعد ماجرای پادشاهی کیخسرو و همچنان خونخواهیش و ماجرای افراسیاب که ببینیم به کجا میرسه، اینو میخوایم تعریف کنیم از الان. مشتاق جان خیلی خوش اومدی. مهدی صفا سلام. محمد خسروی قربونت برم. سلام مهدی چطوری؟ آرمین جان نوکرتم. من هیچی نو باشم. اوکی زمان مشتی خوبی. نوکرتم. ایلیا جان من معمولا ساعت 1:30-2 دیگه استارت میزنم. الان هم یه دیر شد به خاطر اینکه مهمونی داشتیم، رفیقم از تهران اومده بود با اون داشتم حرف میزدم. امین جان خیلی مخلصیم. سلام از بنده. لایو دیشب دیدم خیلی تراق عالی بود. آره دیگه. مهدی سوال رفیق بفرم امین جان. ایشون الی خوب هستین؟ شما خوب باشیم ما هم خوبیم. محمد جان سلام. و امیر بچه مازندرانی داره با اون میگه لایک داری. نوکرم مهدی جان فدات شم، عرض ادب کردم ندیدی. امیر جان نوکردم ببخشید. سلام دایی. هلنا جان سلام. خواهرزا خوبی؟ یعنی خواهرزاده. خب از اینجا به بعد بچه داستان یه ذره پیچیده میشه، یعنی چند تا پیچیدگی توی شاهنامه به وجود میاد. خب و شما باید اینا رو در نظر بگیرید. کیخسرو زمانی که به تخت پادشاهی میشینه، کیکاووس خب سرانش رو دعوت میکنه، همه اون کسایی که کله گندن. و نازنین جان سلام. رها جان سلام. آره آشیوز یک آدم حرومی، حتی اسم خودت رو ننوشتی. خب 4 ماه هم از توی کلن یوتیوبی بهت حق میدم، بالا سرت نبودم، به دنیا اومدی مامانو ترک کردم. حالا بگذریم. کیخسرو به تخت پادشاهی نشسته. بچه ها ادمینا اگه کسی بیادبی کرد اونجا هایت کنید و اینکه سلام بگید دیگه. احترام حرف اول میزنه. هر کی هم فوش میده داره به مادر خودش فوش میده بچه ها. آره من پدری نکردم در حقش. اینجا لایو شاهنامه است دیگه. سارا سلام. اگه حال نمی‌کنی برو جای دیگه. خودت خجالت نمیکشی اومدی اینجا مینویسی؟ آقا حال نمی‌کنی چرا میای مینویسی؟ واقعا خنده دارید، واقعا بعضیا خنده دارن. فقط هم به خاطر تربیت خودم بالا سر نبودم موقعی که به دنیا اومدی، ول کردم تو رو. این سیاوش تو رو کاشتم رفتم. حالا بگذریم آقا، بگذریم به بیراه نریم. کیخسرو زمانی که تخت پادشاهی میگیره، من یه نکته رو از لایو قبلی جا انداختم. من گفتم گیو و توس برادرن، نه گیو و بهرام برادرن. من عذرخواهی میکنم ازتون. گیو و بهرام برادرن. توس پسر یک شخص دیگه ای بود، ولی خب سرلشکر ایران توس بوده دیگه که جریان فرامرز رو پیش میکشه. فریبرز یا فرامرز پسر دیگه کیکاووس و میگه باید اون پادشاه بشه و یک آزمونی کیکاووس میذاره، میگه یک دژ بهمن توی اردبیل کنونی، شما اگه هر کس تونست اونجا رو فتح کنه پادشاه بعد ایران همونه. توس هم به خاطر اینکه رو دمش مونده بود که آقا چرا اینا به من خبر ندادن، رفتن یه کسی آوردن که نصفش تورانی و فلان و اینا، میخواست یه نخی بندازه این وسط که اون دژ توسط اهریمنها و جادوگرها طلسم شده بود و در ورودی نداشت. فریبرز یا فرامرز نتونسته بود، حالا ما میگیم فرامرز، حالا اگه خانم نفیسه کمک کنن، فرامرز نتونسته بود نفوذ کنه، ولی کیخسرو یه ترفندی زده بود به خاطر نام اللهی یا نام پروردگاری که توی یک کاغذی نوشته بود و بر سر نیزه گذاشته بود جلوی اون دژ، اون طلسم شکسته میشه. ما بارها دیده بودیم که این اتفاق افتاده، اسم پروردگار رو وقتی آوردن طلسم از بین رفته. و
اون طلسم از بین میره و کیخسرو اون دژ رو فتح میکنه، پر از جواهر و شهر زیبایی هم بوده که بعد از اون کیکاووس میگه به حق ایشون میشه پادشاه و فرامرز هم مشکلی با این قضیه نداره. توس هم دیگه سرش به سنگ خورده بوده و میاد تعظیم میکنه، میگه آقا من معذرت میخوام و فلان و این حرفا فلان و این حرفا. یه لحظه صحبت تو دوست دارم. عشق منی والا بسیار خیلی خوشحال شدم. گوزینه کجاست؟ کدومیشون؟ ادوارد اد رفته چیز اد که الان رسوندمش خونه، امشب تولدش. اون یه دونه گوزینه هم که 2 هفته یک بار میبینمش، یک شنبه هر یک شنبه میبینمش. خیلی خوشحال شدم. بیا بازم نیستم من همشون اونورم، حالا کم میام. من الان دیشب اومدم، الان هم داریم برمیم. انشالله که قربونت خوشحال شدم. فقط بشم من عذرخواهی میکنم بچه. بله فرامرز. آره که اونجا کیخسرو هم پادشاه ایران میشه. توس میاد سر تعظیم فرود میاره، میگه من غلط کردم، گوه خوردم، تو پادشاهی، الان میخوای سرلشکر تو هر کی کنی. آره این سرلشکری رو از من بگیر و به هر کسی میخوای این مقامو بده. که اونجا که کاش این کار رو نمیکرد، کیخسرو برمیگرده میگه که آقا تو خود سرلشکر ایرانی، خودت هم بمون، چیزی هم که خواسته بودی درخواست نابجایی نبوده. فرامرز خلاصه پسر بوده و تو میخواستی که یک پسر بیاد نه نوه. حالا به هر صورت من الان پادشاهم، تو همچنان سرلشکری، فقط به من وفادار بمون. که این اتفاق در ادامه بعد میبینیم چه اتفاقی میفته. زمانی که کیخسرو پادشاه، یک سری اتفاقات میفته بچه. حالا اون اتفاقات چیه؟ رستم برای اولین بار میاد کیخسرو رو میبینه و تعظیم میکنه و به شدت به یاد سیاوش ناراحته و گریه میکنه و اینا. میگه پدرت مثلا آدم خوبی بود، مثل پسرم دوستش داشتم و تو الان ثمرشی و باز هم بهت وفادار خواهم بود تا روزی که زنده ام و این داستانا. و خیلی هم افسرده است. که کیخسرو یک جشنی میگیره، حالا اینا رو دعوت میکنه، با هم دیگه شروع میکنن به عیش و نوش و این داستانا. که کیکاووس و کیخسرو توی باغ ویلایی، حالا مثلا میگیم باغ ویلایی کیکاووس نشسته بودن. کیکاووس یک پادشاه بازنشسته است دیگه، حتما میگه چیکار میکنه، رفته یه ویلا گرفته اون تو اشغال میکنه دیگه، خدا رو شکر با مملکت داری سر کار نخواهد داشت. اینا اونجا نشستن در بزم و شادی که کیکاووس برمیگرده به کیخسرو میگه آقا فقط یه چیزی ازت میخوام، تو خواهشاً به ما وفادار بمون و یک زمان نشه به افراسیاب بخوای دل ببندی بگی افراسیاب، چون تو یک رگه ای از افراسیاب داری، از مادری یه رگه ای از افراسیاب داری و لطفاً یادت نره که ایرانی هستی و چه بلایی سرت آورده. که خسرو اونجا قسم میخوره که من هرگز اینو فراموش نمیکنم. توی شاهنامه بچه‌ها خیلی چیز میکنن که فردوسی یک آدم فاشیست بوده و یک آدم نژاد پرست، ولی اصلا اینجوری نبوده. در صورتی که همین کیخسرو نژادش تورانی بوده، یا مثلا رستم نژادش برمیگشته به ضحاک، یعنی یک رگه هایی میخورده به ضحاک و پدری به ایرانیان میخورده. پس اینجا اصلا اون نژاد مهم نیست، چون ایران بوده و صحبت ایران بوده، خب طبیعتا ایران رو بالاتر میدیده، خب نه اون که نژاد پرست باشه، وگرنه یه همچین چیزایی وارد داستانش نمیکرد که آقا مثلا اون نژادش با ایران قاطی شده و فلان. دنبال اینا نبوده هرگز. و یه نکات جالبی هم که آخر سر میتونم بهتون بگم در مورد فردوسی، الان جاش نیست، پایان داستان بهتون میگم، چون ما 2-3 تا تراژدی خواهیم داشت امشب. اولیش اینه که آره به کیخسرو میگه که پس با ما وفاداری؟ اون میگه آره و اینا. میگه باشه پس من بهت پیشنهاد میکنم اگه میخوای به جای حمله کنی برای شروع، یه شهریه که گودرز میاد، میگه یه شهریه که قبلا مال ایران بوده، ولی این اواخر به خاطر بی‌تدبیری کیکاووس تورانیان تونستن اونو بگیرن و الان باج و خراج اون شهر رو تورانیان میگیرن
و من بهت پیشنهاد میکنم اول اونجا رو بگیری، بعد بری کم کم بری توی حمله به تورانیان و افراسیاب. که قبول میکنه کیخسرو و میگه آره این بهتره، ما اول بریم اونجا رو بگیریم، ببینیم اونجا مثلا خطری اونجا ما رو تهدید نکنه، اول اونجا رو بگیریم بعد بریم سراغ جای دیگه. که میاد و لشکریان رو فرا میخونه، خودش بالای فیل میشینه، یک رژه‌ای رو تماشا میکنه از تمام این پهلوان‌ها و دلاورای ایرانی. بعد از این رژه توی شاهنامه همه رو توصیف میکنه، چند تاشون رو توصیف میکنه که آقا این چه شکلیه، اون چه شکلیه، از گودرز و گرداز یا هم چیزی و بیژن و پادشاهای دیگه. بیژن پسر گیو بوده بچه ها. که این رژه رو تماشا میکنه توی شبی که اینا میخواستن سفر کنن و برن برای حمله، میگه که در کاخو میبنده و دیگه نمیذاره مردم بیان و فقط خودشون سران و پهلوانان هستن و میگه که یه سری طلا و جواهر بیارن. کیخسرو میگه طلا و جواهر بیارن و اعلام میکنه که بچه‌ها که نه، ببینید مثلا بزرگان عزیزان، من یه سری جایزه در نظر گرفتم و فقط میخوام ببینم کی میخواد این جایزه ها رو از آن خودش بکنه. توی این قسمت شاید بگید بیهوده است، ولی اینجا قراره که یه سری شخصیت ها رو ما بشناسیم. یه سری طلا جواهر میاره، میگه آقا کی میتونه مثلا یک پهلوان بزرگی توی توران بوده و توی اون دژ بوده، خب میگه یه پهلوانی اونجاست، کی میتونه اونو شکست بده؟ هر کی اونو شکست بده این طلا و جواهر مال اونه. که بیژن اول از همه دست میاره بالا. بیژن کسی بوده که پسر گیو بوده، درسته؟ پسر گیو بوده و اعلام میکنه من حاضرم این کار رو بکنم. امیلیان مهدی گفت شب بیام بچه ها ساب میکنن. خب خانم سارا سلام، این سریع اکانت تو بذار دیگه، اکانت تو سریع بذار، من دارم تعریف میکنم دیگه نمیتونم بعد ببینم. حالا یه لحظه تو رو دیدم. امی جان سلام بچه ها، همگی سلام بچه ها. آره این سارا خانم ما، اگه دوست داشتید ساب کنید. و اینکه کجا بودیم؟ آره میگه این طلا رو کی میخواد که اون پهلوان شکست بده؟ بیژن دستشو میبره بالا. میگه حالا اون پهلوان، اون حاکم اون شهر یه کنیزی داشته، اسم کنیزه یادم نیست، یه کنیزی داره که زیبارو و خوش صداه، من اونو زنده میخوام. کی میتونه اونو زنده بیاره؟ دوباره بیژن دستشو میبره بالا، میگه من این کار رو میکنم. که دوباره اون هدایا رو به بیژن میده و میگه آفرین تو پسر شجاع و دلیری هست. این زیاده خواهی و این بلند پروازی بیژن رو نشون میده اینجا، خب توی این قسمت از شاهنامه. یک جای دیگه میگه که آقا من الان نیاز دارم یک نفر پیام، مثلا پیک من باشه برای افراسیاب. کی این کار رو میکنه؟ من میخوام به افراسیاب یه پیامی بدم که آقا من میخوام بهت حمله کنم. کی این جرأت رو داره بره و دوباره این پیام برای من برگردونه؟ که گیو نه، که یک پهلوانی، حالا اسمش یادم نیست، اون قبول میکنه و یک سری هدایا میگیره و میگه که من میرم و میام و مشکلی با این قضیه ندارم. فرامرز به همراه لشکریان به سمت اون دژی که بهتون گفته بودم، اون شهری که بهتون گفته بودم اول مال ایران بوده، بعد تورانیان گرفته بودنش، اونا دارن به اونجا حمله میکنن و از اون ورم یه پیامی و کیخسرو برای افراسیاب میفرسته که آقا ما میخوایم حمله کنیم و این داستانا، یه سری رجزخونی ها. اینا حمله میکنن به اون شهره. قبل حمله کیخسرو میاد به توس که سرلشکر بوده، میگه آقای توس تو از یه جایی مثلا میخوای بری تهران، از قزوین باید بری، درسته؟ از قزوین نرو، راهتو کج کن، از راه دیگه برو. قزوین که میخوای بری اونجا یه شهریه، داداش ناتنی من اونجاست. داداش ناتنی کیه؟ فرود یا فرود. خب گرگین، بله آفرین، گرگین اعلام آمادگی کرد که پیک بشه. میگه وقتی که از اون شهر میخوای بری، فرود یا فرود داداش منه، از یه کنیزی سیاوش بچه دار شده بوده، یه شهریه اونجا زندگی میکنن، پادشاه اون شهر، حاکم اون شهرن. از اونجا بری، اونم که شما رو نمیشناسه، قرار درگیر بشید، پس از اون ور نرید، از یه ور دیگه برید.
از بیابان برید. که توس میگه باشه من اطاعت امر میکنم و میره. زمانی که اینا میخواستن حمله کنن، آماده حمله بشن، میان و گیو و گرگین، حالا بقیه افراد بیژن و اینا نشستن منتظر توسن. میگه ما از بیابون بریم دهنمون سرویس میشه، لشکرمون خسته میشه. یا دو تا گزینه داریم، یا باید از بیابون بریم دستور اونو گوش کنیم کیخسرو رو، یا می که از همین مسیری بریم که میخوره به اون قلعه و اون دژ. یه کوهی اونجاست که اون بالای اون کوه فرود به همراه مادرش زندگی میکنه. که توس میاد و میان اونا غر میزنن، میگن توس اگه ما میخوایم از اونور بیابان بریم، همین چیزا مثلا سربازا میگن ما میخوایم از اونور بریم دهنمون سرویس میشه، بیاب و علفه، این ور بریم هر نیم ساعت یه ساعتی آبی هست، جویی هست، فضای سبزی هست، استراحت میتونیم بکنیم، خسته نمیشیم. که توس میگه باشه ما از این ور میریم ولی به کیخسرو حرفی نزنید. و مسیرشون رو همون مسیری میرن که کیخسرو گفته نرین. آقا این مسیر رو میرن و خبر این جریان میرسه به فرود به همراه مادرش توی اون قلعه، توی اون دژ بالای کوه داشته زندگی میکرده. خبر به اون میرسه و اینا این مسیر رو میرن. یه جایی که داشتن استراحت میکردن، استراحتگاهشون بوده، پیکای این فرود میان بهش میگن فرود یا فرود جان این ایرانی‌ها اومدن میخوان حمله کنن. فرود به مادرش میگه آقا ایرانی‌ها اومدن میخوان حمله کنن، من اینا رو هیچ کدوم نمیشناسم، اینا چرا میخوان به ما حمله کنن؟ مادرش میگه نترس، اینا برای حمله نیومدن، اینا برای خونخواهی سیاوش اومدن، با تو کاری ندارن، تو هم داداش کیخسرویی، تو باید سرلشکر اینا باشی، تو باید به اینا کمک کنی، تو هم باید خونخواه باشی. میگه آقا من چجوری باید خونخواه باشم؟ من که هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسم، چجوری باید بفهمم کی کیه؟ میگه که شما برو مثلا نگاه کن دنبال بهرام بگرد، یا گیو یا بهرام. حالا چرا این دوتا؟ به خاطر اینکه بهرام جز اونایی بوده که تا آخرین لحظه زمانی که سیاوش حمله کرده بوده به توران، تا آخرین لحظه با سیاوش بوده و خیلی وفادار بوده، که بعد سیاوش فرار میکنه سمت توران، بهرام همونجا میمونه، به بهرام دستور میده که تو اینجا بمون. میگه دنبال بهرام باش، بهرام تو رو میبینه و ازت حمایت میکنه، اون وفادار بوده به پدرت، تو هم خون سیاوش تو رگاته، با تو کاری ندارن. که میگه باشه. یک راهنمایی هم داشتن مثلا که اون راهنمای قراره که خیلی اتفاقات بدی رو رقم بزنه. یک راهنمایی داشتن. میشه شما جانم سلام خسته میشه اون دو تا ماشین پشته دارم میرم، میشه شما بریم من بیام بیرون؟ من میرم اونجا، شما بیا برو بیرون. میتونم به بله نظرت؟ بله. این مسافر ما رو خسته کرده، ببخشید. اسیر کردن ما رو. گوس. آها بگو اینجا جای پارکه، میای پارک میکنی بعد گیر میکنی. چرا اینجا میای پارک میکنی؟ هیچکی نیست به اینا بگه. من نمیدونم این تعطیلی ها رو چرا میاین؟ مگه چیز نیست؟ عزاداری نیست؟ آقا ببخشید معذرت، دیگه گوشیم هم خاموش شد، نورم ندارم، معذرت. و آره کجا بودم بابا؟
مادرش برمیگرده میگه که آقا برو و دنبال بهرام بگرد و اون حتما بهت کمک میکنه، که یک راهنمایی هم باش میفرسته، یک مثلا آدمی که مشاورش بوده رو باش میفرسته، میگه تو باش برو و این راهنمایی کن. اینا میرن از بالای کوه دارن اون دفاع میکنن و یه سری سوال مثل جریان همون رستم و سهراب که میومدن میپرسیدن میگفتن این کیه اون کیه، داره ازش میپرسه. اونم یه سری نشانی‌ها میده، میگه آره این میتونه فلانی باشه، میتونه بساری باشه، چیزی که شنیدم اینان. همونطوری که اونا از بالا دارن نگاه میکنن، خب ایرانی‌ها متوجه میشن که 2 نفر بالای کوه دارن نگاه میکنن. این خبر به توس میرسه، میگه 2 نفر اون بالا دارن ما رو نگاه میکنن، نمیدونیم جاسوسن یا چی. که توس اعلام میکنه آقا شما 1 نفر رو میخوام بره بالا، اگه سربازمونه اگه یارای خودمونه که باید شلاق بخورن، چون هرج و مرج دارن ایجاد میکنن، فکر و خیال ما رو دارن به هم میزنن. یعنی چی رفتن اونجا بدون هماهنگی؟ اگه تورانیان، جاسوس تورانیانن، باید اعدام بشن، همونجا باید بکشینش. اگر هم چیز دیگه است، مثلا اهالی روستای چیزی ان، ورشون دارین بیارین پایین که من ببینم چیه جریان. که به بهرام از قضا گفته میشه، همون بهرامی که اونا منتظرش بودن. به بهرام گفته میشه که بهرام تو برو. بهرام میگه چشم، 100% میرم، اگه تورانی بودم میکشمشون، اصلا شک نکن و نمیذارم ناامید بشی. که بهرام داره میره بالای کوه، اون 2 نفر میبینن و فرود برمیگرده میگه این کیه؟ میگه این سر شکلش نمیدونم، بذار بیاد سوال کنیم ببینیم چی به چیه، ببینیم چه حرفی میزنه. که بهرام با زره کامل و اینا میاد و فرود از دور داد میزنه، میگه مثلا بیست و این داستانا. اون میگه تو کی هستی؟ بهرام به این میگه تو کی هستی؟ میگه من فرودم، پسر سیاوش. نه، اون قبل اینکه بگه تو کی هستی، فرود برمیگرده میگه آقا سرلشکرتون کیه؟ اون برمیگرده میگه سرلشکر ما توسه، بزرگترین مثلا پهلوان ماست و الان رئیس اونه. تو کی هستی؟ اون میگه من فرودم. چرا اسمی از بهرام نیاوردی؟ چون بهرامه داره یکی اونا رو معرفی میکنه. میگه تو چرا اسمی از بهرام نیاوردی بودی؟ من از بهرام شنیدم، من دنبال بهرامم. بهرام برمیگرده میگه تو کی هستی که از بهرام خبر داری؟ میگه من پسر سیاوشم، اسمم فروده. که اونجا چیز میکنه، سست میشه، میاد از پایین و میگه قسم به خون سیاوش فلان فلان، ولی من باید مطمئن شم. اون جریان خاله یادتونه که کیخسرو به کیخسرو گفت بود خالتو نشون بده. میگه آقا تو به من باید ثابت کنی که پسر سیاوشی. که اونم لخت میکنه و نشونشو نشون میده، خالی که برتنه. اون مطمئن میشه و میگه آقا نوکرتم، چاکرتم، من هر کاری بگی انجام میدم، فقط الان یه چیزی این وسط هست. اون توس اون پایین به من گفته بیام تو رو بکشم. فرود برمیگرده بهش میگه برو به توس بگو من خودم پسر سیاوشم، من خودم خونخواه پدرمم، من اومدم اینجا با شما صلح کنم و مذاکره کنم. شما برو به توس بگو بیاد بالا، بیاد توی دژمون با هم دیگه صحبتی بکنیم، یه غذایی بخوریم و فلان. اونم برمیگرده میگه توس آدم کم عقلیه، یه ذره اینجوری عصبیه، خلپل میزنه، اون یه چی میگه بعد داستان میشه. میگه باشه بیا این گرز منو بهش بده، بگو این یکی از هدایای من، این یکی از پیشکشای من، این گرز رو ببر به نشانه صلح. که بهرام داره میره پیش بینی میکنه، میگه اگه من رفتم خودم برگشتم که همه چی اوکیه، اگه غیر از من کس دیگه ای اومد تو بدون یه جای کار میلنگه، قراره تو رو بکشن، مقاومت حتما انجام بده و جون خودت نجات بده. که میگه باشه. که بهرام برمیگرده پیش توس و این داستان رو براش تعریف میکنه، میگه اون بالایی پسر سیاوشه، اسمش فروده و فلان و اینا، به همراه مادرش اونجا داره زندگی میکنه، اونم خونخواه پدرشه و میخواد به ما کمک کنه. این گرزم فرستاده برای عرض ادب و اینا. که توس اونجا خلوچل، اصلا نمیدونم چرا اینا رو یهو میگیره بعضی وقتا. که توس اونجا خلوچل میگه که آقا من فلانم، من توسم، من فلانم، من رئیسم، من از خاندان مثلا خسرو هم
آره مثلا خاندان همین فریدون اینا دیگه. میگم از خاندان اینا هم اون باید بیاد اینجا، من نباید برم فلان. برید بکشیدش. که بهرام هم کلی سرزنش میکنه، بهرام خاک تو سرت، من فرستادم تو اونو بکشی، تو رفتی اونجا اومدی میگی این پسر سیاوشه، به درک پسر سیاوشه، تو باید میکشتی، دستور منو باید انجام میدادی. نکنه این یه تله ایه که شما بازم خانواده گودرز دارین میشینین سر اون جریان که خسرو میگه، نکنه تله ایه که شما خانواده گودرز دارین میشینین. یه بدگمانی نسبت به خانواده گودرز هم داره دیگه، که بهرام کلی سرزنش میگه نکن. که توس اینجا یک حماقت میکنه، یا یه نفر باید بره بالا اینو بکشه. کی میره؟ داماد توس، اسمش یادم نیست، داماد توس برمیگرد میگه من میرم. اینم میگه باشه برو پسر، برو بزن خشتک پشتک اینا رو بدر و بیا، من بهت اعتماد دارم. که این داماده داره میره، خر خدا داره میره بالا با اسب. فرود برمیگرده به مشاورش میگه این کیه داره میاد؟ میگه این داماد توسه، تک پسره، 40 تا خواهر داره ولی تک پسره. این احتمالاً از چاپلوسی بلند شده اومده، خیلی هم چاپلوس و خیلی هم گزافه‌گوه. این احتمالاً اومده اونجا پاچه خاری بکنه، خودی نشون بده گفته من میرم بالا. فرود میگه آقا بهرام به من گفته بود بجز من هیچ کس نمیاد بالا، اگه کسی اومد بالا پس قصد جونمو داره، چیکار کنم؟ اون مشاور احمق به خاطر حالا حماقتش بوده، به خاطر ترسش بوده، به خاطر ناپختگیش بوده، چی بوده، برمیگرده میگه، فرود برمیگرده بهش میگه من با یه تیر میتونم اینو بکشم، هم اسبشو بکشم هم خودشو بکشم، چون کماندار خیلی خوبی بوده مثل اینکه فرود. که اونم برمیگرده آره بکشینو تا این متوجه بشه که ما برای ریو آره ریو اسم داماد توسه، میگه که ما بکشینو، اینو بکشین کار دستش میاد، متوجه میشه که ما برای صلح اومدیم نه برای جنگ. حالا فکر کرده ما شوخی میکنیم، پس این کار انجام میدیم که شوخی نداریم. که اونم یه تیر میزنه و این ریو رو میکشه، یا ریو اینا رو میکشه. توس میبینه رو دمش میمونه، میگه آقا وای دختر من یتیم شد، داماد من چرا کشت؟ به پسرش دستور میده که آقا تو برو. پسره هم خرتر از همه، پسره هم میاد و دوباره این نگاه میکنه میگه که آقا این پسرشه. مشاوره برمیگرده به فرود میگه این پسرشه، اینو چیکار کنیم؟ میگه من میتونم بکشم. میگه بکشش، این بیاد بالا ما رو میکشه، این جنگاور خوبیه. که دوباره اونم تیر میزنه میکشه، بی صاحب بشه، این تیر رو میزنه همونجا دم به دم میکشه. افراسیاب خیلی توس خیلی خشمگین میشه و خودش دست به کار میشه، خودش میاد و شروع میکنه به حمله کردن با اسب. که فرود میگه که این کیه؟ مشاوره میگه این خود توسه، وای رئیسشون اومد باید فرار کنیم. میگه اون فرود از جایی که غرور داشته و اون تو دژ دخترها داشتن نگاه میکردن اینو که این چیکار میخواد بکنه، راضی نیست که عقب نشینی کنه. تازه 2 نفرم کشته، پسر و دامادش هم کشته، دیگه عقب نشینی کو برای چی؟ که اونجا شیر میشه، میگه که آقا من عقب نشینی نمیکنم. این مشاور احمق هم تا همین 5 دقیقه پیش میگفت بکش، الان اینو دیده میگه فرار کن. میگه اینو نباید بکشی. میگه چرا؟ میگه اینو بکشی کل سپاه میاد دیگه، این سرلشکر کل سپاه میفرستن دم من ما رو سرویس میکنن. اینو اسبشو بکش که نتونه، چون سپاه پهلوانا رسمی دارن که اسبشون اگه بمیره عقب نشینی میکنن، چون با اسب فقط حمله میکنن. خلاصه اون اسب رو تیر میزنه و میکشه، توس میفته زمین و برمیگرده خونین و مالین سمت لشکر. که اونجا گیف خیلی عصبانی میشه، با اینکه یه مشکلی هم با هم دیگه داشتن. گیف میگه آقا من میرم و این کار رو انجام میدم، من میرم اینو میکشم. که گیف سوار اسب میشه، فقط با یک فرق. چرا؟ چون گیف کسی بوده که سپر و زره سیاوش رو به هدیه گرفته بود. اگه یادتون باشه زمانی که رفته بود که خسرو رو نجات بده، فرنگیس برگشت گفتش که این چیزایی که اینجا هست یه دونه رو میتونم بهت به عنوان پاداش بدم. که اینم نگذاشت نه برداشت، سپر و زره رو برداشت. و اینقدر این سپر و زره قوی بوده
که حالا بعداً بهش میرسیم. فرود برمیگرده به مشاوره میگه این کیه؟ میگه اوه این گیو سپر پدرت هم داره، این چیز زره پدرت هم پوشیده، اینو ما نمیتونیم بکشیم، من احساس نمیکنم اینو بتونیم. اینم اسبشو بذار اینم بره عقب. میگه اگه تیر بزنی نمیگم نکش، میتونی بکشی، ولی این چون این زره پوشیده، خب تیرت کارساز نیست، این به ما میرسه، پس اسب رو بزن. که اونم اسب رو میزنه و دوباره گیو نقشه بر زمین میشه و عقب نشینی میکنه. عقب نشینی که میکنه، بیژن پسرش میاد و اینو سرزنش میکنه، میگه خاک تو سرت. حالا خاک تو سرت نه، میگه پدر تو آبروی ما رو بردی، تو بزرگترین پهلوان مایی اینجا، تو چرا عقب نشینی کردی؟ دشمن پشت تو رو دیده، تو چرا عقب نشینی کردی؟ آبرومون رفت. که گیو میزنه تو سر پسره، میگه خاک تو سر، چرت و پرت نگو، تو هیچی از مبارزه نمیدونی، هیچی نمیدونی و فلان، به درد هیچی هم نمیخوری. که بیژن اونجا خیلی بهش برمیخوره، میگه من نمیدونم، الان واسه دهن اینو سرویس میکنم، قسم میخورم که اینو شکست میدم. میره اون کسی که مسئول اسب و اینا بوده، یک شخص دیگه ای که همسن سال این بوده، برمیگرده بهش میگه یه 2 تا اسب به من میدی؟ من اینجا اسب ندارم زیاد، یه اسب بیشتر ندارم. میگه چی میخوای بکنیم؟ میگه من دارم میرم، اینی هم که من دیدم فقط اسبا رو میزنه، بذار من برم یه از 2 تا اسب دیگه داشته باشم که اگه اینو زد سوار اون بشم، سریع تا مسیر برم، دوباره اونو زد تا مسیر برم برسم بهش. که اون میگه باشه آقا، تو داری خریت میکنی ولی باشه. گیو که میبینه بیژن داره میره، دلش میسوزه، میگه بیا این زره سیاوش رو بپوش که حداقل تیر به تو نخوره، این زره از تو محافظت کنه. که بیژن اون سپر رو میپوشه، اون زره رو میپوشه، سوار بر اسب، 2 تا اسبم پشت سرش دارن میرن. اون میگه این کیه؟ میگه پسر بیژن، پسر گیوه، خیلی رزماوره، خیلی شجاعه فلانه. میگه این چیکار کنم؟ میگه اینم که سپر چیز رو پوشیده، نمیتونیم کار کنیم، اسبشو بزن. که اولیو میزنه، اسبشو میکشه، دوباره اون بالا میشه داد میزنه، میگه بی‌ناموس، فکر کردی من با یه اسب اومدم میام بالا پدر دادم میام. سوار اسب بعدی میشه که بره و فرود با مشاورش به این نتیجه میرسن که آقا من بخوام اینم بزنم بعدی به من میرسه، پس بهتر عقب نشینی کنیم بریم تو دژ. که حالا عقب نشینی میکنن میرن تو دژ و بیژن میاد بالا به سپاهیان میگه که آقا من اومدم بالا، الان میتونیم بیایم بالا. و اینا عقب نشینی کردن توی دژ. ماجرا اینجا یه ذره پیچیده میشه. چرا؟ چون توس داماد و پسرش رو از دست داده و خب 2 تا شکست مفتضحانه داشته و حالا میخواد خیلی پرقدرت حمله کنه و دژ رو نابود کنه، هر کی تو دژ هست رو بزنه. شب هنگام وقتی که فرود یا فرود خوابیده، مادرش یه خوابی میبینه. بچه‌ها توی شاهنامه کلا هر کی هر خوابی میبینه خیلی مهمه. اصلا کلا مقوله خواب توی شاهنامه نمیدونم چرا مهمه. یعنی اینجوری نیست که یه چیزی رو بهشون با چی میگن، مثلا بهش بگه مرغو ببر سر ببره، بگه یه اتفاق، همون اتفاقه به وجود میاد. میدونی چی میگم؟ همون اتفاقه واقعی به وجود میاد. که مادر خواب میبینه که آقا پسرشو دارن میکشن، یه آتشی برپاست و توی اون آتشه داره میسوزه. میاد پسرشو صدا میکنه، میگه فرود جان بیا اینجا، کاخو دوره کردن. میگه کاخو دوره کردن، دهمن اون سرویس قرار ما رو بکشن، بهتر فرار کنی. که پسر برمیگرده نه، پدر من توی جوانی جوانمرگ شده، حالا به دست یک اهریمن مرده، منم اگه تقدیرم این باشه تو جوانی بمیرم اب نداره، ولی این بار به دست یک اهریمن ایرانی میمیرم. خب و اعلام میکنه که آقا تو نگران نباش، اگه قسمت تقدیر اینه من باهاش هیچ مشکلی ندارم، نهایت تو جوانمرگی میگیرم، ولی فرق من با پدرم سیاوش اینه، اونو مثل یک گوسفند کشتن، من مثل یک قوچ آزاد میمیرم، یعنی در حال مبارزه قراره بمیرم. پدرم رو دست و پاشو بستن کشتنش، سرشو بریدن، ولی من نمیذارم اینجوری بشه، من ایستاده میمیرم. یه همچین حالتی. این اتفاق که میفته، صبح که میشه لشکریان پشت درن و دارن رجز میخورن که آقا بیا بیرون و فلان و اینا، بی شرف دارن صدا میکنن. که فرود لباس رزم میپوشه و آماده مبارزه میشه. از این ور گیو میخواد بره مثلا حمله کنه،
بیژن برمیگرده میگه نه من باید برم، تو اجازه بده من کارمو تموم کنم فلان اینا. که این دو نفر با هم دیگه رو در رو میشن و متاسفانه طی اون مبارزه فرود کشته میشه و دژ تصرف میشه. ولی وقتی که مادر فرود میبینه که فرود مرده و جنازه بچهش رو میبینه، یه آتشی برپا میکنه و تمام اون ثروت ها و پول و اینا رو میریزه تو آتش و بر بالین پسرش خودش رو میکشه و میمیره. یعنی این دو نفر همزمان میمیرن. مادر از مرگ پسر ناراحته و خیلی جگرش خونه و نفرین میکنه و خودش رو میکشه. بهرام اینجا دیر میرسه، متاسفانه بهرام دیر میرسه و در رو که باز میکنه میبینه جنازه فرود هست و مادرش بر بالین اون جنازه میشینه و شروع میکنه به سوگواری و با چشمان گریان برمیگرده به توس و کل اون دار دسته میگه شما خجالت نمیکشید؟ این پسر سیاوش بوده، خون سیاوش بوده، شما چجوری تونستید اینو بکشید؟ شما اصلا به این فکر کردید که کیخسرو از مرگ این باخبر بشه چه بلایی سرتون میاره؟ من چقدر بهتون گفتم نکنید، چقدر بهت گفتم آقای توس، آقای مشنگ، گفتم نکن، گفتم این پسر که برادر کیخسروه، هم دامادتو از دست دادی، هم پسرتو از دست دادی، هم پسر سیاوش بزرگترین پادشاه ما رو از دست دادی، چرا این کارو کردی؟ و اینا که توس میاد میگه آقا دیگه اتفاقی که افتاده تو چی کار داری دیگه، حالا شده که شده، این خبر رو همینجا دفع کنید، ما برای کار بزرگتری اومدیم، بعدش خودمون بهش میگیم و این داستانا. ما که نمیخواستیم جنگ شروع بشه، خودش شروع کرده و این داستانا، خودش اول کشت یکی از ما رو. میگه من بهت نگفتم این برای صلح اومده، من بهت نگفتم بیا بریم بالا با هم صحبت کنیم حل بشه این داستان؟ اون خودش مگه نگفتم بهت میخواد انتقام خون پدرش رو بگیره؟ تو چرا این کارو کردی؟ آره که بعد این اتفاق توس و دار و دسته و این همه اینا ناراحت و پشیمان هستن. یه چند روزی این عزاداری طول میکشه و دفنش میکنن فرود رو با خیلی عزت و احترام فراوان و توی همون دژ حالا فعلا هستن. پس تا اینجای قضیه ما دیدیم که توس یه کار اشتباه کرده، از اون سمت حمله کرده به یک دژی که برادر کیخسرو بوده و چند روز بعد این خبر به کیخسرو و رستم خواهد رسید. حالا اینجا نگه دارید، حالا تا زمانی که برسه به کیخسرو، برسه به کیخسرو، اینا حمله میکنن و به اون دژ اصلی که میخواستن برن حمله کنن، به اون شهری که توسط تورانیان گرفته شده بوده، اونجا میرسن و میخوان اونجا حمله کنن که باز هم بیژن میاد و میخواد اون پهلوان، یادتونه بهتون گفتم کیخسرو گفته که یه پهلوانی اونجا هست کی میتونه بره اون پهلوان شکست بده؟ بیژن برگشت گفت من میرم و یه جایزه‌ای هم گرفت. گیو میخواد حمله کنه، بازم بیژن میاد و جلوشو میگیره، میگه من اون جایزه ها رو من گرفتم پس من خودم باید برم جلو، نمیذارم تو بری و این داستانا. که گیو برمیگرده میگه باشه برو. بیژن با نهایت پررویی برمیگرده میگه من میخوام برم اینجا مبارزه کنم، این سپر چیزو به من بده، این زره سیاوش رو به من بده، از من مراقبت کنه. که اینا میرن و با همین سپر و زره و اینا میره و توی مبارزه اون پهلوانه عقب نشینی میکنه و میره توی دژ و اینا میخوان به دژ برسن. اون کنیزی که کیخسرو منتظرش بوده که گفته خیلی زیبا و خوش‌چهره است، اونو نباید بکشید، اونو باید زنده بگیرید، همراه با همین پهلوان شروع به فرار میکنه. و وسطای راه که داشته با اسب فرار میکرده، چون یه اسب بوده 2 نفر بودن، برمیگرده به کنیز میگه که آقا اینا دنبال منن، تو رو کار ندارن، تو پیاده شو من فرار کنم. کنیز مثل که عاشق این بود، اینا عاشق و معشوق بودن یه جورایی، که کنیزه رو پرت میکنه و فرار میکنه. بیژن کنیز رو میگیره و برمیگردونه به سپاه. خبر این اتفاق تلخ به کیخسرو رسیده.
که برادرش رو کشتن. که کی کشته؟ بیژن کشته. خیلی ناراحت میشه، یک نامه تند و تیز مینویسه، میگه که آقا این توس بی همه چیز رو من مگه نگفتم از اون بیابان برید؟ تو چرا دستور من سرپیچی کردی؟ تو حتی لیاقت اینو نداری که سرلشکر باشی. سرلشکری رو بده به فرامرز. فرامرز از این به بعد سرلشکر. فرامرز پسر همون چیز است، کیکاووسه. میگه میدی به فرامرز، یه جوری عموشه، میدی به فرامرز. فرامرز هرچی گفت همونه و تو لیاقت دیگه نداری، تو این جنگ دیگه جایی نداری. که توس اونجا لشکر رو تقدیم میکنه به فرامرز و خودش برمیگرده به کاخ کیخسرو. که کیخسرو به محض اینکه این توس رو میبینه میگه الان بزنم بکشم، دهنتو سرویس کنم. بی ناموس، من مگه نگفتم اونجا نره؟ تو داداش من رفتی کشتی. که اونم میگه من پسرم از دست دادم، دامادم از دستم. میگه خفه شو، من فقط احترام سن و سال تو دارم که تو رو نمیکشم. از این به بعد هیچ جایی نداری تو این مرز و بوم و کاخ و اینا. برو یه جا بر خودت با زنا بشین گریه کن، هر کاری میخوای بکنی، دیگه دور و بر من نبینمت. پس داستان امشب ما تا اینجا شد که کیخسرو توس رو از سرلشکری برداشته و برادر ناتنی کیخسرو یعنی فرود از دنیا میره توسط بیژن پسر گیو. و به خاطر همین جریان توس سمتش رو از دست میده و سپاه ایرانیان تونسته بوده اون دژی که کیخسرو گفته رو تسخیر کنه، اون پهلوان فراری بشه و اون کنیزک رو بگیرن و گروگان داشته باشن. فردا از ادامه این جریان من براتون تعریف میکنم. امیدوارم که تا این جای قضیه بهتون خوش گذشته باشه. حالا من یه ذره امشب زیاد حال روز خوبی نداشتم، یه ذره با آب و تاب تعریف نکردم. سعی میکنم شبای بعد با آب و تاب تعریف کنم. هدف ما این نیست که بچه شما حتما شاهنامه رو با اون جزئیاتش بخواید به خاطر بسپارید. هدف ما اینه که یه چیزی توی ذهن باشه که شنیدید بگید اوه داستان مثلا خسرو چیه، داستان سیاوش چیه، داستان رستم چیه. هدف اصلی ما اینه. امیدوارم که شما لذت برده باشید. دمتونم گرم. حالا من یه ذره استراحت کنم و ببینیم چیه. و اینکه همین. خانم نفیسه امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم. یه سری جزئیاتم گفتم. سلام خانم لیلا. من یه سری جزئیاتم جا انداخته بودم، مثلا گیو و بهرام برادر بودن نه گیو و توس، که اینو اصلاح کردم اینجا. حالا اگه چیزی رو جا انداختم، اسامی بچا واقعا اسامی توی شاهنامه خیلی زیاده. من هیچ نوشته و دست نوشته ای ندارم. خواهش میکنم خانم غریبه، من هیچ دست نوشته ای ندارم و تمام اینا رو دارم از ذهن و حفظ میگم. شاید یه سری جا بیفته، شاید یه سری جا رو یادم بره، اون دیگه به بزرگیتون ببخشید، ولی من کلیات رو بهتون میگم. یعنی کلیات رو، چیزی رو جا ننداختم. امیدوارم. امیرعلی اصغری خواهش میکنم و امیدوارم ویدیو آخر منم دیده باشید. کلی زحمت کشیدم براش. همه بچه‌هایی که الان تو لایوید سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم. خیلی خوش اومدید بچه. رفیقم بود عارف، مریم یعقوبی، دنبال زیر بغل مارین بعضی. حامی جان سلام. کاپتان چطوری؟ ترنم سلام. خیلی خوب فلان عالی بود. املیا جان خسته نباشید. خاخورزا مارینا خسته نباشید. خیلی ممنون. آهنگ بذار محمد جان. اینجا فعلا آهنگ نمیذارم. کاپتان اتفاقا با این نسو یعنی بهتر جذابتر میشه. کاپتان اینقدر سریع پاک نکن پیاما رو، لطف کن. اینقدر سریع پاک نکن، فوش ندادن که. درود مهدی جان. سلام آقا شهروز، مخلصم. علی جان نوکرتم. هلنا سلام. آقا این چیه پاک میکنه؟ مانی جان نه اهلش نیستم سلطان.
محسن ارشی سلام، تازه اومدم. هیچی محمد جان، چیز خاصی نیست. پارمیس سلام. بچه ها من 10 دقیقه یه رو از حضورتون مرخص میشم، هم گوشیمو میزنم شارژ که یه ذره شارژ بشه، هم این شاهنامه رو چون دارم جدا جدا سیو میکنم که بمونه و لایو بعدی استارت زدم در خدمتتون هستم. ساعت 3 و 17 دقیقه است. الان میرم یه 20 دقیقه گوشیم شارژ بشه. آره همون دور و بر یه رو به 4 20 دقیقه به 4 من دوباره استارت لایو میزنم. قربونت حسینی جان و میبینمتون. دمتون گرم، خیلی مخلصیم، چاکرتونم.